کتاب زبور ترانه 11. برای سردار مغنیان بر ساز 80 ترانه داوود. نجات ده ای خداوند، زیرا که پارسا باقی نمانده است، زیرا که از میان بنی آدم امینان نیست شدند. هر یک به یار خود سخنانی باطل میگوید، لبانی پر تملق از دل منافق سخن میرانند. خداوند همه لبانی پر تملق را نیست خواهد کرد و هر زبانی را که هوا بلندانه سخن میراند، یعنی آنهایی را که میگویند با زبان خود زور میبرایم، لبان ما با ماست، کیست که بر ما آقا باشد؟ از باعث تاراج کمبغلان و آه و فیغان مسکینان الحال قیام میکنم، میگوید خداوند، و آن کسی را که گرفتار دام نیرنگ است نجات میدهم. سخنان خداوند سخنان پاکیزه است، نقره است که در کوره از خاک تازه کرده و 7 کرات گداخته شده است. تو ای خداوند آنها را نگهبانی خواهی کرد، از این نسل تا ابد محافظت خواهی نمود. شریران در بدر گردش خواهند کرد وقتی که آدمان ذلیل بلند می شوند.